سلام علیکم وندنا باشین. خوب این خیریت جان شما جوره. پیش عید شریف برای شما تبریک میگیم. خدا کنه که عید خوب و خوشی داشته باشین بینندای عزیز. بیشتر وقت شما نمیگیریم. خوشحالیم که باز هفته خوبی فرا رسید که در خدمت شما باشیم از برنامه زنگ تفریح. بینندای عزیزم تا چوب بی صدا بریم بخش اول برنامه رو ببینیم. ان شاءالله زودی برمیگردیم. سلام دوستان عزیز، شب شما بخیر. امیدوار هستم که صحتمند باشین. باز منم و مشکلات مردم. سوژه هفته مرتبط به زوج هست. سلام بر شما. سلام الله، خوبیم، بسیار خوشحالیم. قربان شما. یک زوج در افغانستان باید چند تا اولاد داشته باشه؟ زوج چه برو؟ زوج یعنی زن و شوهر. خب بله. یعنی منظور شما یعنی چی؟ زن و شوهر یعنی چی؟ یک زن و شو به اصطلاح ما هیرتی ها، یک زن و شو باید چند تا اولاد بچه داشته باشه؟ خب یعنی یک زن و شو چند تا بچه مایم؟ بله. چند تا باید اولاد داشته باشه؟ راسته که من مجردم برو. ولی من خود شما چلکچار نکردم که شما مجردین یا متعیل. به نظر شما آدم کلونین دیگه. شما چه تال مجرد باشین اولا. دوم از اینکه منظور من اینه که یک زن و شو باید چند تا اولاد داشته باشه؟ ایتن لالا من خوب مجردم. به نانه خوب گفتم که من زن بدم. خب دیگه اگه به خیر خوبی ان شاء الله من زن دادم. من به خیر 6 تا اگه اولاد خدا مایم. خب 6 تا. 4 تا دختر. ها؟ 2 تا بسه. 4 اف 28. که ان شاء الله بخیر نه کلون شما عروس کنم 4 اف 28 لک روپیه قرار پول پیشکش دادم میشه. دیگه دنیا هم گل و گلزار میشه. 4 لک ور نو مصرف کنم 24 لک دیگه به خود میتونم قرار زندگی خوب بچر کنم. به این وقت بی پولی. به این وقت بی پولی بیکاری. بعد کاری به نظر شما؟ نه بهترین کاری، بهترین فکری کردی. دیگه ما خواهیم تصمیم دار شما دعا کنید که بخیر ننه عمر زن بده. امیدوارم بخیر 4 روز که از قیامت تیر شد بخیر با روزو خوب برسه. تشکر از شما برو. خوش می. قربان شما، خیر بینی. سلام، به نظر شما یک زن و شو باید به افغانستان چند تا اولاد داشته باشن؟ برارم باید یک زن و شو به مقدار ضرورت باید داشته باشن. البته ببخشید معذرت برای شما گپ میگم. البته مثلا دیک شوروایه که مثلا به مقدار ضرورت روب یا نمک بندازی. من نفهمیدم. نه برارم این اصلا به دیک شوروا ربطی نداره. خب باید به مقدار ضرورت، چون ما شما با افغانستانی. خب یعنی باید چند تا اولاد داشته باشه؟ خب مثلا اگر برارم ما اولادم یک زن شو داشته باشه به جنجاله، اگر نداشته باشه هم به جنجاله. خب اشته مثلا صبح که اولادای از خونه بیرون میشه تا به شوم اوش یک اوش میزنه شو به فکر اولادای که اینا بدم توپ و تیاره و بالاخره بدم انفجار و اینتری چیزی برابر نشه. خب بعد اگر نداشته باشه هم مردم افغانستان اکثر گپ میزنه ایر تو سگو بچه نداره مرتکی بالاخره رخشن میکنه. خب توصیه شما برای از کسایی که بچه دارن یا ندارن چیه؟ توصیه برای از اینا این رقمه که توصیه از نظر شخصی خود ما باید انسان بچه داشته باشه. برارم باید حداقل باید 16 تا داشته باشه. خب چریت زیاد. به خاطر که بچه چهاردیواری بچه باشه باز کمی همون موخی و بالاخره خوشحال هر کدوم یک شوخی چیز میکنه. خب بچه ها نه دیگه، آدم از اولاد خود از زندگی خوب لذت ببره. خیر بینیم، تشکر. سلامت باشین برارم. چریت یک رقمی شده میده؟ هیچ چه میته. خدا کنه که ای لالا او لالا با روزو خوب برسن ان شاء الله. شب همگی بخیر. خب بخش اول دیدیم. خب همین تنه دیگه. گزارشی که مردم میدم گپ سخن میگم همون دروغ نیه، استیه. خب همین بخش دیوم هم هست. به شما معلومه دیگه بینندای عزیز که نمایشنامه همین نمایش رو ببینیم. ادامه از او هفته که سعی کنیم چه کار میشه. شما هم همین فکرها بکنیم. گاهی وقتی یک مسلمان در بغل خوب بگیریم در کنار شما باشه. خوبه نمایشنامه رو ببینیم نمایشنامه رو برمیگردیم. بر سر کوی بلند بی بخواد المبن بفادت کشست بی قرام زد کم اخی خمارم اخی خمارم فرصت خبر سه که در سر کی نمیشه همسایه نمیفهم بش کسون داره بچه همسایه؟
سیکو چی مایه؟ او بچه یاری تستو دلگیر و داری تستو وقتی که چای میخوری پیاله و داری تستو اخ اخی خمارو اخی خمارو اخی خمارو برسالی کوی بلند و بی مفادی الممان بی مفادتی شست بی غلامی بعد کردیم بیامونیم همین جگا بشیشتیم گرد چی حالا لامیه؟ گپ چی در هم بدونیم منداختیم برار ما این جگا بشیشتیم آخه ما این چی حالت جمع کلا اینا ما مریض داریم این جگا پیار ما کرونا گرفته یک عالم درد سری ما مریض شما چی کار داریم؟ ما دیگه اگه ساعت خورتیر میکنیم ساعت خورتیر میکنیم لالا آخه ما مریض داریم این نمیشه لالا یا شما جمع کنیم یا ما جمع میکنیم خب بریم شما لالا من کار میکنم مقصد دیگه خود شما بفهمید این چی گپ لالا این جگا ما نمایم این جگا لالا یک ساعت درام میکنم مراره مثل که سر شما وانه میشه برای ساعت تیری لالا جو سر ما میشه آخه این جگا ما مریض داریم برو برار کلون تر صدا کنم خودی و گپ زنم به رقم نمیشه لالا این جگا بیا اومدیم درام بدرون من انداخته تو سکو چی گپ این جگا فقط میگیم ما بعد کردیم بیا بدیم این جگا همسایه شدیم باید زیر عرصه گوییم بیا لالا بیا یالا اوا ولدو مودان خیمه زدو به میدان سیری خیمه کی باشه چه کاره لالا چی گپه خیریت لالا خیریت لالا مار دیوانه کردیم خود زیر درام بدرون بخو چرا دیوانه کرده باشه لالا جو پیار و مریض کرونا داره و پی پرته و شما اینجا درام بدرون ما بیزار شدیم بیامدیم اینجا کرای نشین شدیم خب پیار تو چکار شده پیار لالا مریض کرونا داره آخه اینجا پی پرته و اینجا ایت شما درام بدرون به من دختیم نمیشه لالا از ما شما همسایه داری همین تنیه دیگه به جا شروع نمیرفتن کرونا نمیگرفتن ما که کرونا نیم که به جون نبرم والا ما اشتباه کنه کردیم بیانیم به این جگا بشیشتیم همین ما به زیر پاشمونیم به این پی شما تا ساعت 1 بجه 2 بجه درام بدونم داریم لالا این چی گپه این جگا تالاریه این چی ما به خیر نمیگذاریم شما تا ساعت 2 بجه درام بدونم بعد خب لالا دیگه میگم برو ما به تو خط رای کردیم تلفن کردم که بیای وقت ساختمون مر بگیری خوش باش نی برو یک کار خدای کسبی بشینه کرنشین کمه اگه باز میفهمی لالا که تو نمیصرفه و تو جای آدرس من امور رو به می داشت بیترین به خود خیمه پلاس تیار که همون جگا مریض هم خوب میشه بفهمیدی؟ راست میگه آب هوا خوبی هم هسته اما طبیعت لذت میبرم مریض تو خوب میشه یاره راست میگفتم چی راست میگفتم؟ به من گفتم شما دست از این دوباره یک ما به می ساختمان تاب نمیاره لالا بابا وقتی برو برات کار خبر به من چت یاد میگی وقتی فرض کلا کوتی نه برات کار خبرم میگم براره من همین سرار 1 سال من کرایه کردم حالا اشته من یک ما وقت سون برم تو اشته جوانی وقتی فرض وقتی زده خیره سر یالا کوره وقتی یالا بریم لالا بریم زحمت کم کنی خیر بینید که شما گپ خیلی یاد بریم 1 ساله کرایه کردم خوندن ما خراب کرد ستمش تا کشیدم که بهار و خواهی آمد خون به می ذخیره کردم و چه کار و خواهی آمد خون به می ذخیره کردم و چه خورا بزده هذا مونده شدی ها؟ مونده شدی بزده نه من نشدم میدونم بده بزده دیگه بلاتت یا کنی کردن همه بعد باشه اگه من بفهم که چی میگی خوشگیری که منار کار میکنین دیگه خب بده بزده دیگه همه مقال داد و تیز کالا کرد توله کی قلدم هر بالا نگاه بزده بالا دیگه خوبه میگم بچه همه جو اینجا چه کار میکنی؟
هر کاری از خود فرصت داره. تو بیامدی اینجا کار میکنی. خب گناه داره اگه بیام اینجا کار 220 روپیه میدم 2 عدد خرج من هم میدم گناه داره. خب هر کاری از خود فرصت داره. تو بیامدی اینجا کار میکنی. بیا بریم پیش می وکیل که اون موضوع شما فیصله کنه. کدوم وکیل؟ وقت از یاد تو برفته موضوع شما موضوع میراث بود. آها اما گفت اگه برو بگو بیا که اون موضوع فیصله کنه. پیش وکیل محل؟ آه خب جگه صبح تاله آن ساعت حال توسعه کنین اون چشت میشه. خیر مشکلی نداره. خیر نون هم به تو میدم. بریم اونجا که اون موضوع مگرم فیصله کنیم. نه سکو تو یک کار کو که داری پی بیارزه. خب تو برو به پیش وکیل صاحب کی امم داده گفتم؟ گفتم برو گله که بگو بیایه. خب تو یک کار کو تو برو ها اینا اجازه نمیدم ولی هم نون چاش میشه من نونم میفتم. خیر به تو نون میدم. این قصه نون نباش به خونه به تو نون میدم. تو ببریم که اون موضوع فیصله کنیم. تو برو ما برو بعد دادیم بگو که چیزه بگو گله گفته که من نمیتونم به خاطر که همسایه ما گفت امروز هم بیا خودمون کار دیوالا خلاص میشه. یک امروزی که دیوالا خلاص میشه حقوق مرا میدم. 3 روز میشه 600 چند میشه 600 چند میشه. خب قصه 600 و چندی و نشو. بیا بریم به خونه که موضوع یک ماه که تو امروز کند و کشال میکنی. امروز بریم موضوع فیصله کنیم. باز دیگر وقت کار چیزی میکردی بیا کار کنه. حالا وقت کار نیه. تو می تلفن خود بده. تلفن چه کار میکنی تو؟ بده یک زنگ به داده بزن. بده. خب خاطر چی بزو زنگ میزنی؟ بله تو بی عقلی نکن. خب عمه گفتم بگو بیا پیش وکیل گذر بریم که موضوع فیصله کنم. بیا شماره داده بگی. شماره عمه خود بگی. تو خاطر چی با عمه؟ بابا تو بچه میفهمی بچه نداری ما اگه نمیفهمم تو هم میفهمی. ما اگه عقل کمال دارم تو هم زنگ میزن و مغزر به سر ما داد میکشی. خب زنگه من مزدور مردم و حال پولام میسوزه. نه بگه شماره عمه داده؟ مقصد من خب تو گفتم بیا پیش وکیل گذر برو. بیلا میگه لنبله یبدم دوباره بگی. شماره اینا فکر کنم رخ نمیشه. میشه تو بگیرم اوا چیزی کش میشه. نه بگی. آره بله دادا منو گیلا کنشتن خیریات جانجل شکر فضل خدا سلامت باشیم. های با ما با کدو غربستان رفتم. با غربستان هم همسایه را چه بیامدم به سر ببخشیم شما نگفتم. به همی همسایه ما گفت که بیام مولادینو ما گفت بیام دیوال باخچه ما رو بچینی من با تو 200 داری پمیدم روزه. اون روز هم بیامدم سر روز هم اینجا به پیش وکیل مال به چی کار؟ آخه تا سعی کنی مال همین روز چشم شما نونخ ما هرچی برات کارا شما میرم پادرها گوشنگی میمونم. برم چی بگم؟ آنمه به می آدم یاد میدم برم. های حالا با من دیونی نیم این دیونی شد. شما که تا دیرو با من میگه تو دیونی بی عقل کمالی. بابا نمیگذاره داده جمر نمیگذارم. ماما من میگذارم برم گشکش میشنم من به زیاد بیدو و کیف کانار یاد بیدو خودی برای پیش وکیل صاحب مال همه امرو خلاص شده که اصلا لینگه ولی میه به سر از این ساختمان از اینا باخچه اینا. خدا حافظ. ما بلا گوشی منم خلاص کردی. تو سیکو تو برو به پیش وکیل مال همین تا که به تو گفتم بیاین کمی معامله ماما چون چه کاره نمی ماما پیار زن خوشی خالمه انا این میراثو ما رو نمیده. انا برو بگو چیز کنم وکیل مال شکایت کو بده. من برم پیش وکیل مال نه مادرمه. خب برو به تو داده گفتم برو تو زیاد دی برو بده. من نمیتونم پیش وکیل مال برم. تو مگرم بری موضوع از خودتونه. تو مگرم فیصله کنی. من چی میفهمم من چی فیصله کنم؟ فیصله نکو وکیل صاحب بگو وکیل صاحب
عمه ما گفتم تا بدم سرمو بیا اصلا برو تو چلچلرم خودی خوارده بده برو برو چلچلرم آردم باز مگرم تام بیایی برو با من میام بریسلی با به شکایت میام برو خداحافظ تو مرا برو یه عقلیه و گپ نمیفهمه بله کیم کار داشتی؟ وکیل صاحب به خونه ام نه نیم کجایم؟ کجای دفتر اینا؟ همین دفتر نم که خب خیر بینیم ما میریم دیگه لنگا مکنده شد نایی البس که به او سرا برو به او سرا برو به او سرا برو تو چی میگی بچه همه؟ موتور برات نخود سیاره میکنه خیریت بود هیچی مر وکیل صاحب برات شما برار رای کرد گفت اگه بیایم به سر همه من به چه کار هسته؟ ما موضوع فیصله کنیم یعنی ایت روز خوش شد که ما از شهر شما نجات پیدا کنی بله زمانی که میرسم آزادی خیلی به گپ و جراری باشه برا بادم خودم صدا کن بیایم اینو مفت خوردم نگم وعلیکم خوبی خان دیر خوشحالی زنده باشی بگو امر کو وکیل صاحب گفتم بیاین به سر مردو برو کدو وکیل وکیل مال خب بعد پلیس ولی کار شما چی نشه که آزال بعد رد وکیل صاحب محکم کردی نه کارمون میچلون متا گفتیم وکیل صاحب من خبر باشم بیتاره برو کوکو برات کار خوب برو ما به جنجال نندازن اگرات مورل کنن برو ما خود ما صد رقم بختی و مشکلات داریم تو جواب ما یک دم وکیل سرا میکنی یک دم پلیس ولی سرا میکنی یک دم برو کوکو رات مورل کن اگه سلام میگه پار ندارم که بیام خود رو صاحبشون میام جنجالا شما صاف کنم کوکو جناب دست خود شمونه اگه میراث مر بدیم هر دم نمیایم به درس را شما میراث چی بوده میراثا پیرمه برو کوکو میراث پیرمه چی شش مار کی ما یک بده مثل که در عربی کوسرانی حالا کمر باب صاحب گفتم بیاین وکیل برو را در باب صاحب لک کنه ما خود در باب جنجال نندازه بریم دیگه لالا اینجا نه خیر بینیم برو دیگه جنجال نکنه کار میکنی هیچ دیگه بریم به خونه دیگه که نمودم بریم
زنده باشیم، جور باشیم، سلامت باشیم. حالا من خودی کاکا شما رخ میکنم. آخه کاکا اینه چی گفت؟ چه کاره به این تموسی کمپل سیکو تو؟ این عراقاتو سیکو تو چرا به زیر کمپل خوشیدی به این گرمی؟ بگیر اگان خودی چی گفته؟ خودی کاکا گیپا ما بعد نمیایه اونی که به این جایی نه امو کاکایی که سلام علیکم مونده نباشیم. آره بگی به گوش بکن صدای تو نمیایه. بابا تو امیر یاد نداری؟ یک دقیقه ببخشید نگه ایران به گوش بکن تیار یکی میشنم چی گپایه؟ نمیشنوی که خود تو حال به گوش خونه کردی باشه من دل میگیرم خاطر اینو نشیدایی میشم مونده نباشین. خوب این خیریت جانجوره. دم غنیبت زنده باشین. شکر فضل خدا. سلامت باشین. نام خدایش لاغر شدی. های؟ نه بابا من دل فرمای مر بگیرم. من کجا رژیم بگیرم؟ ها زنده باشین. دم غنیبت امی تو کجا رفتم؟ امی من بگم بگوش امی نبرفتم بکدی بر یه بگی به گوش بکن. امی از این برفتم بزو سلام مادر چیز گل افروز بابا ما همی تا درموندی اعمال شما نیمتاشون. زنده باشین. چه کار کنی دیگه گرفتی یا؟ بگیر به گوش بکن. صبر کن. خوبه. با اونجا اشتنه اونجا ما بیت خرم بارکه ایتا خیلی تگوش خوب کنم نمیفهم چی میگه قول میشه. همون رقمی که میفهمی همون تو خوصیه با این ساختمان از شما نرگه پچر اینجا گاری تلشون نمیده. چلچل سرکو کجایه؟ صدا کنم چلچل وقت صدا کن. کار دارم بزو خونه خوبه. ها شکر خوبه متامی رضا تلفق همه رضا تفلق گریه فرشونه میکنه همین برای شما خدای بخیر خوشی نخون نده که خور بخارونانه حق و حقوقی نمیده. آنه بیا ما چه کاره گیله؟ بیا کاکا تو بای کوکو میچی مویه آنه سلام علیکم. ما چه کار کنی؟ گبزه خودینا اصاب خورم نکن حتما اون خبری چیزی گرفته توریش نکن بی نخور توریش نکن تو هم که نخور توریش نکن. بله گبزه خوبه بخیره شکر ها شکر همه خوبه بگو نه مرگ همه ما خوبه خدا تو بخیر خودی بلگی بگیره. من جور باشه اشاره نکن فدا شما کاجی سعی کنی که خاطر سعی کنی رنگه برنگه خیر بزی ابو جل تو این گپا نزد زیاده. بگو تو با تا تلفن اشاره میکنی و میبینی تو گپا نزد هر لگم خود چی بگو؟ بگو چی بگو ما که خوب نیم بگو اصلا تیار نیم بفهمید کاجی سعی کردی حالی لگی هم گیپک نیکو که چی خوبیت داری داره به داری این چمی کوکو امور به من یه تیپ تایی نمی کنه اشته گیره نکنو کوکو. شما گفتم یک چیزی و برای خوب بگیم که بگیم اینا هم بلوک بیورزن بیخر از اینا گناه داره قرار خدا میشه شما حق و حقوقی داری پلکار میستونیم میخوریم به دو دنیا مگر مثل گوری قی کنیم. ها کوکو برفتیم به پیش همین خودی مدر خوب برای نمیگم حق بدیم
اگه ما کاکا میبینید اون دختر خوردینا سلام چی بله دوستی نکنم آرامی ای چه کار دختر شمانه ماشالله تیرنی های چوب باش که من گپ زنم معامله رو صاف کنو چوب باش تو نمیفهمی بگه با خود تو ناقص قد میزنی ما امرو برفتیم بابا اون روز برفتیم یا رفتیم پیشتر و پیشمون مرتکاتی که به چیز به داخل رسولیت با ما گفتن برای معرضی شما پیگیری میکنیم ما پیگیری میکنیم بالاخره پیگیری کردم و امرو که ما برفتیم امو قماندان گفتن که ما تبدیل شدم همون مرتکاکی که قماندان بودیم اینجا او تبدیل شده هیچی به هیچی گردن و من شکم گوش نه بیا آمدیم اینجا تا کلاهی خورده داشتیم تو مقاب میزنون تو سیکو تصویری ببخشید خودی از اینو چی گپ پوفیدن مدار که من گپ زنو ما هم امرو بیا آمدیم جا شما خیلی پیاز خوردیم با به 4 نفر آدم یک دونه پیاز بابا که من موضوع معلوم کنو آره خودی چلا گپ زنیم ریس میدینه ایسان گپ زنن خورم ها کاکا او روز برفتیم به پیش همین دو تا کاکا دگمه برای نا گفت تو میراث ها مر بدیم دوتایی بپردم سر کلمه که تو میراث چی داری با مدرم هم توهین میکنم میگم میراث ها بده که تو بده شو کنی خیلی بینی بگو همین تو بگو بسینا تو چوب باش میگم عقل یاد ندید ها کاکا خود مال یک بیجی عقل داره چوب باش کنی بشنم بابا ما شما خواهشمندیم به حضور مردم تو چوب باش که من گپ ننو گبزه بگی تو گبزه بگی گبزه خودی مقداری که من گپ زنم نباید با خود تو گبزه دیگه وردو من از اول خود بکنم آخیره برو نمیگی تو گبزه دیگه این خودش با گپ میزنه خیر اگه با گبزه دیگه نشو خیر است کاکا کلونتر است کاکا گفتم شما یک زنگ بزنیم برای از اینا بکین نداریم چند سعی کنیم برای تو فرشارم برن شیشته ای خلاص شد تو پاشنه خلاص نشده زنگ بزنیم شما خوبه شما گپ داری من خودی گلدک گپ داری سعی کنی گلدک چی میشه شما خودی از اون دوباره خود مشوره کنی با ما خبر بدی خوبه انا خودی گلدک گپ داری خدا حافظ حال ما بریم چی بگیم ایتا میکنم میگه تک بیشا خب بلیا خب همین تا بکن کی گپ زدیم خودی و شما هرستکی خوبه میگم برو ما خودی گپ زدم که 2 شیر به زمینان میدم برای تو یعنی میدم؟ رستی؟ یعنی میده ها خب کاکا خوارزاده ما برفتیم به پیش رسولی که عرض کردیم عرض ما هر تیر شد و فهمیدیم نچلید تو به اونو چی که داری چوب پاشته گونه نگو دیگه خلاص شد ده دقیقه بین کنه ما شما گپ بگم امیر زودتر خلاصه کنیم شما هرچی خود از گپ زنیم و گپا خود میگه امیر بگیم خلاصه کنیم حال ما بریم به چی بگیم خوب حالی میدیم مدر از این هم ببوریم صحیحه مدر صحیحه خداحافظ سلام زن کاکا اشتنه خیرات زن کاکا دومات خوالزاده مه سلامت باشین زنده باشین تو محرم نی بری از اونو کی محرم نیو؟ بری از اونو من محرم نیو به شما خداحافظ بره بگی دوش میگه برو که من خود برار خود گپ زدم 2 جریب زمین برای شما میده بله بس مانه 2 جریب کم نیه بس دیون از این که بوریسوالی میگرم اما 1 لک ریپه بوریسوال از این که هیچی نده همون 2 جریب هم خوبه بابا اما 1 لک ریپه میگرم بوریسوالی مستقل بس کرکا بدی پول چیه ای
بله. مهرت بیرون نمی رود از سینه هم که هست، این سینه خانه تو، این دل سرای تو، این سینه خانه تو، این دل سرای تو. بله بفرمایید، میشنوم. شکر. بله ها زنگ زدم بله ها تشریف بیاریم به خونه و به خدمت شما. بفرمایید بیایید. بله ها زنگ زدم به شما کوکو میانی. یالا بفرمایید. یالا السلام علیکم. و علیکم. خوبی کوکو جان؟ سلامتی بخیر جان؟ چطور بخیر جان؟ بخیر. خوبی کوکو؟ سلامتی. قربان سلامت باشی. بشینه کوکو. شکر. تو خوبی کوکو؟ سلامتی. قربانت. خب به شما که زنگ زدم دیگه. زنگ زدم. چه کار میکنی؟ هیچی مشکلی نه دیگه. من که دیشب پیار تو هم خود دیدم دیگه. برار من از این زنگ زد، مشکل نداره. من صبح بیا که برین خودت یک دوجری از اون زمینه و تو خط کنم. هنه برو گذار کار میکردی، میفروختی دل تو، نگاه میداشتی و خود اشتکار میکردی دیگه. اختیار به خود تو دیگه، من کارم دارم. ولی همون ضرب تو میگم اشتباه میکنی دیگه. باز اختیار تو دیگه، مشکلی به من نداره دیگه. برای خدا باید که اشتباه نکنم کوکو جان. درسته؟ اگه اشتباه که نکنی خب حال فایده نداره. وقت اشتباه خور بکنی دیگه. حالا باز ما هم خب بالاخره مجبوریم دیگه که خود شما بسازین دیگه. شما که نساختین، خودی ما بهم گپ هم نفهمیدیم. بالاخره همیت پا خوبم یک پاچه کردیم، همیت بند کردیم که مگر همیت فوراً ما بیچاره هم حقی نه دیگه چه کار کنه؟ نه خانه داره، از خانه روزگار داره. شما باید خود از این دست خب خیره باشه. حالا که ما برار من همی یک چند جریب زمین خط میکنیم برای مونتا، باز میفهمین که سعی کنیم عاقبت از این زمینه شما به کجا میرسونه. بنا به خدا باید که عاقبت خوبی داشته باشه. صحیحه. خیلی نه کوکو جان. قربانت. اگه پا گفتی از ما شنیدیم ما رو ببخشید. بارو شما هنوز هرچی نکنیم بازم شما هر قدر که شما کلون باشین پیش ما بچه ساعت راست. فهمیدی؟ برو کوکو برو صبح به ما ساعت 8 بجه زنگ بزن خودتو بیام بریم بده بریم دوجری از اون زمینه با تو خط کنم بدم برو. خیلی نه کوکو جان. برو خیر. سلامت. برو خدا نگهدار باش. بخیر بریم. برو درس رو برو به ما کار نداریم. من شهر بریم. خدا باشم. تمام شهر میرم. گفتم شما به جریان باشین. برو من همینجا هستم. برو. ما نمازدگرم تو وجیله رو کمک سوری سودا هم بستنی بیاریم. خوبه. برو بخیر بریم. خب نمایشنامه هم دیدیم. خوب بسیار خوب. میشه دیگه همین پایان شد. خوب شد. برای قصه زیادی دیگه نگردیم. آقا مسکین بدادن گناه داره تلفک انا پادر هوا بمونه پیرک از این چند سال پیش فوت کرده بوده. خب نمایشنامه را که دیدیم از شما خواهشمندیم که زیرنویس تلویزیون ها شما هست شماره پیامگیر پیام بدیم، سوژه بفرستیم، بالاخره نظریات پیشنهادات شما ان شاء الله قبول میکنیم. ما به ندای از این وقت شما نمیگیریم بریم هم یک آهنگ هم گوش کشیم. آهنگ معلی خدمت شما تقدیم میکنیم ان شاء الله. باز با پایانی از این آهنگ تا به هفته بعد دیگه به خیر خوشی شما هم تا کلان به خدای پاک میسپاریم. گویای مردما غمی دیوانه میخورم، دیوانم
شدم غم مار کس نخور خواسی که کای لبی جوی تازه باشه همو یاری که دارم زنده باشه همو یاری که دارم جان برابر بار همو یاری که دارم جان برابر بار سر جان کندنم افتاده باشه نامیم بنامه نامیم بنامه شبم کفتر بشین و نوکی بامه بار توی سیار منم آهای دامه آلمان دوره رفیقا وای آلمان تا کی انگوره رفیقا وای آلمان تا کی انگوری حسینی وای جدایی زخم ناسوره رفیقا وای آی برگ لاله آی برگ لاله آدم از دست کی باید بناله وای آدم از دست کی باید بناله وای بده دستمال دست خود نشانی